به نام خداوند مهربان، بینندگان و هموطنان گرامی، به برنامه خودتون باز چیگب خوش آمدید. برنامه هست که از روزگاری ملت تاجیک در داخل کشور و خارج کشور حکایت میکند. همراه من برادر باباجان قیومزاد هستند و انشاءالله مرور به حوادث امروز خواهیم کرد. برادر عزیز، اولین خبر اون که گزارش سازمانی بین المللی بحران شناسی یا که به انگلیسی میگن اینترنشنال کرایسیس گروپ، گروه بحران شناسی بین المللی، اون در 16 صفحه در روز گزارش رو تهیه کرده است. نام این گزارش به نام هشدار پیشکی به تاجیکستان، فشارهای داخلی و تهدیدهای بیرونی. واقعا یک واقعیت تلخ تاجیکستان را در 16 صفحه جا کردند که این اصلا به زبان انگلیسی هست و در رسانه های تاجیکستان هم بازتاب خوب پیدا کرد و در رسانه های خارجی هم همچنین. من در اینجا پیش از اینکه به این مسئله رو مطرح کنیم، بحث کنیم، میخواهم یک خلاصه از این جزئیات این گزارش را در چند بند به بینندگان گرامی به سمع بینندگان گرامی برسانم. اول پیش از همه همین چیزا مشخص کنیم که این گروه مدیریت بحران یک گروهی است که تمام مشکلات داخلی و خارجی که تهدیدهای داخلی و خارجی که به یک کشور وجود دارد اونا رو بررسی میکنند و بعد اونا معرفی میکنند، گزارش میدهند یا به اون کشور یا به همه مثلا جامعه و ژورنالیستان. و این بر اساس همون تحلیل های یک گروه بحرانی بیرونی است که نمیتونیم اون رو به نمیدونم این به اصطلاح مخالفین متهم کنیم یا باید چیز دیگر. یعنی واقعا یک گروهی علمیه که نه تنها برای تاجیکستان، برای اکثر کشورها بر اساس دلایل علمی منطقی این چیزا پیشنهاد کردن. ولی متاسفانه در کشورهای سوم این مثل این گزارش ها را قبول ندارن خودی حکومت دارن به خاطری که به نفع اونها نیست. ولی واقعیت تلخی هست که این فعلا به سمع خوانندگان میرسونیم. در این گزارش به نام هشدار پیشکی به تاجیکستان، فشارهای داخلی و تهدیدهای بیرونی آمده است. توجه امام علی الرحمن رئیس جمهوری تاجیکستان تنها برای بقای خودش است و برای نجات حکومت بانکروتش اقدام های کم انجام میدهد. تاجیکستان و فقیرترین کشوری آسیای مرکزی معرفی میکنند. میگوید تاجیکستان که فقیرترین کشوری آسیای مرکزی هست با فشاری خطرناک از داخل و خارج روبرو است. 23 سال حکومت رحمان با خشونت، بی‌مسئولیتی، کروپسیا و هجرتی عمومی همراه بوده است. هنید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب معتدل و میانه رو است. نظارت بالای دین و احزاب سیاسی از جمله ممنوعیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خشم و ناراضگی های مردم را افزوده است. پیشروی طالبان و گروه های مانند او در شمال افغانستان تهدید به تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی است. نگرانی مسکو از مخالفت‌های داخلی علیه شخص امام علی الرحمن افزوده است. یعنی مسکو از مخالفت‌ها علیه رحمان نگران است. این نگرانیش باز افزوده است. منبع‌های اساسی تاجیکستان پول مهاجرین و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر است. حکومت رحمان صلح را همچون نقاب برای روپوش کردن تنش‌های بعد جنگی استفاده میبرد، نه برای حل اون مشکلات و اون تنش‌های بعد جنگی. کرسی های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان ریشه صلح بودند که نه تنها اون را بریدند بلکه این حزب را از کشور بیرون کردند و همچون سازمانی تروریستی اعلام کردند. بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به احترامی به پلورالیسم و دیگر اندیشه سیاسی است. صحنه سیاسی برای همه آنهایی که رحمان را به چالش میکشیدند بسته شده است.
یعنی در تاجیکستان دیگر صحنه جای برای دیگر اندیشان و اونهایی که مخالف رحمان هستند وجود ندارد. رفتنی گلمراد حلیموف به روسیه از اختلافات در داخل الیت امنیتی حکایت میکند. امنیتی مرز با افغانستان با وجود کمک‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا به علت کهساری و تجارت‌های غیرقانونی الیت امنیتی را به فساد غوطه‌ور کرده است. امنیتی مرز با افغانستان که در اونجا کهسار است و این قاچاق مواد غیرقانونی مواد مخدر سبب شده است که الیت امنیتی به فسادی گسترده غوطه‌ور شده است. تاجیکستان باید کشوری خطرزا در جامعه جهانی معرفی شود و روسیه، سازمان ملل متحد، کشورهای کفیل صلح تاجیکستان از جمله امریکا و روسیه رحمان رو باید وادار بکنند که به صلح بازگردد. و اخیراً چیزی که هست این است که اتحادیه اروپا و امریکا در صحبت‌هایشان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کشورهایشان با مقامات تاجیکستان باید درباره سرکوبگری سیاسی، نقض قانونی، نقض حقوق شهروندان صحبت کنند. دیگر این بود یک خلاصه از گزارش سازمان بین المللی گروه بحران شناسی که واقعا مشکلات تاجیکستان رو هرچند تلخ است به گزارش انجام داده است، آماده کرده است و این مشکلات رو نمایش داده است که واقعا هم چیزهایی که جدیدی که در اینجا میبینیم این است که الیت امنیتی کشور که بسیار صلاحیت دارد، کمیته امنیت و خصوصا در سالهای اخیر و فسادی گسترده غوطه‌ور می باشد. یعنی اینجا بسیار چیزهایی رو می بینیم که حتی از حزب نهضت اسلامی یک حزب معتدل میانه رو صحبت میکنند و میگویند که بیرون کردن اون از صحنه سیاسی یک خطا بود، اشتباه بزرگ بود و به احترامی به پلورالیسم سیاسی بوده است. اینجا یک نکته دیگری مهم هم دارد این گزارش که نگرانی روسیه از اعتراض رشد مخالفت‌های داخلی علیه رحمان میباشد. شما تصور کنید که روسیه در اینجا منظورش مخالفتی مخالفین نیست. بله. یعنی در داخل الیت، در داخل الیت حکمران علیه مخالفین رحمان با وجود آمدند و این یک کتازی ها و مثلا این زیاده روی های مثلا قدرت طلبی زیاده از حد زیاد علاقه در الیت حکمران همون احساسی بگیم ناراحتی رو با وجود آورده است. یعنی شما با همین عقیده این که همون سناریویی که در مصر اجرا شده سیسی سر قدرت اومد احتمال داره در تاجیکستان هم اجرا شود؟ یعنی این احتمال وجود دارد و نگرانی روسیه از همین است. بله. نگرانی روسیه از همین است و روسیه ببین امروز روسیه خودش در مشکلات زیادی گرفتار شده است. در سوریه بوردی اوکراین همینطور، حتی مثلا با غیر مباشر غیر مستقیم در یمن و اینا هم مثلا و در گرجستان گروزیه. با وجود این مشکلات روسیه دنبال یک مشکل دیگر نیست. به همین خاطر نگرانی دارد از این قضیه ها تا در وقتی که در الیت حکمران یک چنین ناراضگی ها با وجود می آید احتمال دارد که از اینها یک گروه های دیگر، یک کشورهای دیگری که مثلا استفاده کنند که آنها با اون منفعت روسیه انجام نمی شود. بله. ببینید این گروه بحران یک واقعا یک چیزای خوب آموخته است و در اصل نقطه های خیلی جالب گفته است. بله. بخصوص از اینکه مثلا 2 کرسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان ریشه صلح بود. بله. حالا شما بیایید بگویید که این 2 ریشه صلح از تاجیکستان برکنده شد. بله. خب من قضیه رو به طور دیگر مطرح میکنم. اصلا شما تصور کنید نهضت اسلامی تاجیکستان وقتی که در داخل تاجیکستان فعالیت میکرد تمام نیروهایی که میخواستن به یک گونه فعالیت سیاسی داشته باشند، به یک گونه نیروهایی بودن که
میخواستند همون یک اصلاحات به حکومت وارد شود. بله. اونا می اومدن در چارچوبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا در به شکل‌های دیگر، مثلا حتی در دیگر مثلا گروه‌های شهروندی مثلا فعالیتشون انجام میدادن. حتی مثلا شما تصور کنید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ارتباطی خوبی با جامعه شهروندی داشت. بله. با جامعه ژورنالیستان، با فرهنگیان، با همه. بله. شما تصور کنید این گروه الان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از اینجا رفت. بله. 40,000 نیرو داشت. بله. و غیر از این 40,000 نیرو این واقعیت رو همه دیگر تمام تاجیک غیر تاجیک حتی مردم خارجی هم میدونن که جانبداران زیادی داشت نهضت اسلامی در تاجیکستان. بله. حالا کی میتواند مثل بجای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تمام اون نیروها رو دور خود جمع کند؟ کجاست همون قدرت، همون پتانسیلی که ان همون نیروها رو دور خودش جمع کند، به خصوص نیروی جوان رو؟ و امروز از اینجا به هر طرف سفربر شدن نیروها و یا به هر طرف چقدر که میگن رو آوردن جوانان ما، دلیل این است که واقعا هم اونها دیگر هیچ محوری برای خود در داخل تاجیکستان نمیبینن که دور اون جمع شوند و بتونن از طریق اون ایده ها، آرمان ها و همون خواسته های خودشون در جامعه مطرح کنند. امروز تنها راهی رسیدن به خواسته هاشون رو در چی میبینن؟ در عراق، در رفتن به همون یک چیزهای راههای غیر قانونی به مثل دولت اسلامی خود خونده و چیزهایی که اصلا ما نمیتونیم مثلا دیگر نمیتونیم بگوییم که ما هم حتی مثلا میتوانیم دیگر نمیتونیم بگیم که ما میتونیم اون مردم نگه داریم، کنترل کنیم و یا اینکه اونها رو از چنین اقدام ها باز داریم. واقعا میخواهیم این رو، ولی دیگر اون توان را نداریم، چون که ما در داخل تاجیکستان نیستیم و اگر هم چیزی بگوییم میگن که شما که اینقدر میخواستید از طریق راههای مصالحت آمیز، از راههای مثلا دموکراتی، انتخابات اینو برین اصلاحات وارد کنین و جامعه چی شدید که ما بیاییم با شما باشیم؟ بله. امروز همین صبح با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفت که واقعا حزب نهضت اسلامی محبوبیت دارد و این حقیقت رو نمیشود با یک چیزی روپوش کرد. میگن مثالش چی است؟ اون برادر گفت که بسیار تاثیرآور بود، گفت که حزب نهضت اسلامی را تروریست ممنوع اعلام کردن و تروریست گفتن، از تاجیکستان از صحنه سیاسی دور کردن، ولی امروز مطبوعات دولتی رو میبینید همیشه باز از امین حزب نهضت صحبت میکند. یعنی دیگر وقتی شما اونها را راندید، پس اونها شما میگویید که حزب نهضت ضعیف است و هیچی نیست. پس چرا شب و روز شما در خطبه های جمعه هم حزب نهضت است، رسانه ها هم حزب نهضت است، جلسه های حکومت هم حزب نهضت است، سفرها هم سفرها هم به هر کجای میروند که هوشیار باشید باز کدام از حزب نهضت اسلامی رو شما قبول نکنید. و همیشه میبینیم که وقتی که یک مقامات ارشد میروند، هر کجای میروند درباره استرداد صحبت میکنن. یعنی معناش این است که آنها از حزب نهضت خیلی نگران هستند. یکی از چیزهایی که دیگر به اینجا واقعا در این آمده است این است که باید کشورهای اروپایی و عموما کشورهای جهان در تاجیکستان وقتی صحبت میکنن نباید فقط منافع خودشون رو ببینن، بلکه از نقض حقوق بشر در اونجا صحبت بکنن، از اون سرکوبگری سیاسی که یا سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای که حکومت دارد درباره اونها هم صحبت بکنن. به نام گفته است که 1,000,000% حقیقت تاریخ تاجیکستان را نوشتند. یک تو دیگر به نام لقای از کلول پشته معلوماتی این سازمان نسبت جمهوری تاجیکستان کاملا درست. اگر پرابلم اساسی محلگرایی به سابقه و رابطه خشتباربازی و اولادبازی را نیز در خبرشان درج میکردن، معلومات پرتر میشد. بسیار یک پیشنهاد خوب. و دیگر این است که عبدالرحمن نظرزاده گفته است که متن این مطلب را از اول تا آخر خوانده است، با دقت خواندم. وضع تاجیکستان را در حال امروز چه از نگاه سیاسی و چه اقتصادی بحران شناسان واقعا هم درست بررسی نمودند.
از آن اقدامی که حکومت خودکامه جمهوری تاجیکستان طی سالهای اخیر راه اندازی کرده است، یگان نتایج دیگر را انتظار نمیتوان شد. سرکوب شدن هینید و از پارلمان راندن آن و من بعد اتهامشان به جرم‌های اکستریمیسم و تروریسم، فشار از بالای گناهگاراندیشان و دینداران، تعقیب والدان و نزدیکان اشخاص چهره‌های مخالف نسبت به حکومت خودکامه داشته خود دلیل کافی است که از خرابی محیط معنوی جامعه تاجیکستان و محرومیت شهروندان از حقوق‌های مقرری گرجزنی درک می‌دهد. اینجا یک چیزی از استاد محمد علی حیید یادآور شدن، گفته است که پس چی باید کرد؟ آیا یک گروه برای کشور از این خوف، از این چی میگیم، از این مشکلی که تاجیکستان روبرو هست قدرت دارد؟ هرگز نه. آخر به قول برادر مبارزم محمد علی حیید، ما هم برای تاجیکستان فرزندی اوگای نیستیم. اگر همین سازمان در تاجیکستان تشکیل می‌یافت، نوبسته از بین المللی بودنش، حکومت تاجیکستان اعضایانش را تهدید نموده آنها را مجبور می‌کند که از وظیفه‌شان دست بکشند. یعنی وقتی که این چیزها را می‌دید، حکومت تاجیکستان چی می‌کرد؟ چند نفر را از مقامات را چی می‌کرد؟ اینم تاجیک از کلاه. بفرمایید. فشارهای داخلی کم و وکیده از تهدیدهای بیرونی دیدن خوفناکتر است. از این فشارهای استفاده برده تهدیدهای بیرونی زودتر به مقصدهای ناپاک خود میرسند. واقعا این حرف اینجا دارد. فشار روزافزون امنیت و نیروهای داخلی به مردم، حتی به اقتصاد و به تمام گوشه های حیاتی مردم وارد شدن، این خیلی خطرناک است واقعا. بله. یک نفر به نام بینو میگوید که من آرزو میکنم که دولتداران مسئله را نه برای ترسانیدن خودی خلق عیبدار کردن، وعده های دروغ دادن و برای رکلام خود از خدمت لگندبرداران استفاده کنند، بلکه با راه‌های درست حل مسئله را عملی کنند. وگرنه وای بر ما، گوشنه به شیر زده است. بیچاره صدام توالتش از سیلا بود و حکومتش از زادگاهش چی حق دارد، ولی اینا را میگوید که بیچاره قذافی مشت بر منبر میزد و با مخالفانش میگفت به من بازی نکنید، ولی میدونیم که چی سرنوشتی اونها داشتن. خبر دیگر این اکادمی علوم اجتماعی پداگوژی روسیه، بله، قربان واسه گفته است که این خبر در خبرگزاری خبرگزاری رسمی تاجیکستان منتشر شده است. گفته است که محیدین کبیری شخصی نیست که برای او شده مناسبت‌های دولتی بد شوند. و در اینجا گفته است که محیدین کبیری نباید مثلا ما مناسبت و روابطمان رو با ایران به خاطر پریزایی‌های محیدین کبیری خدشه‌دار کنیم. باید محیدین که به اون حدی نیست که ما باید این کار کنیم. وقتی که این گپ رو میگوید، باز میگوید که آنها، یعنی قسم مفتی و رئیس کمیته دین و اون رئیس کمیته اسلام شناسی نزد پرزیدنت که با محیدین کبیری صحبت کردن و حتی در اون جلسه شرکت کردن، این اکادمی علوم ها میگوید که اونها باید وقتی که محیدین کبیری دیدن دست نمیدادن و از تالار خارج میشن، خراج تالار رو ترک میکردن. پس سوال ما این است که اکادمیک، وقتی شما میگید محیدین کبیری اون شخصی نیست که چیزی رو تغییر داده بتواند، شخصی نیست که باید ما رو بدیم تغییر بدیم، پس چرا یک نماینده های رسمی حکومت چنین یک محفل رو ترک کنن به خاطر یک نفر که اون آدم اهمیت برای شما نداشته است؟ پس اینجا یک تناقض در گفته های او دیده می شود. واقعا اینجا یک مشکل دیگر هم هست. ببینید، ما حتی اکادمیکامون، حتی حکومتمون در افراط اونقدر رفتند که برای یک مسئله که حتی هیچ دلیلی برای اثباتش ندارن، اتهامات دروغین، میخواهند که حتی با روابطشون با کشورهای دیگر خدشه‌دار می شود، حتی جلسه ها ترک کرده شود. نمیدونم، ببین واقعا یک افراط هست، یک افراط از حد زیاد. شما اگر تصور کنید در کدام کشوری دنیا دیدید که یک نفر به خاطر اینکه مثلا یک اتهام به او وارد شده است، چنین موردی مثلا تهدید و اینها قرار بگیرد؟ برای هر یک کاری که برای یک نفر انسان چیز میکند، باید برای اون دلیل داشته باشد. درست؟
معمولا با دادن دلیل ها در نزد مثلا رسانه ها و با دادن مثلا دلیل هاشون با مردم میتونن اثبات کنن که مثلا فلانی تروریست است، ولی اینها واقعا یک شرمندگی است. تصور کن یک آدم بیگناه که همه مردم تاجیکستان میدونن و هیچ کس هم با اون تهمت هایی که اینها کردن که گویا یک نفر نمیدونم سرمایه داده است، از یک طرف گفتن که حاجی حلیم فلان میلیون سرمایه داشت، از طرف دیگر گفتن که برای کارش محیدین کبیری 1 میلیون داد. این واقعا مسخره هست که مردم دیگر کودک نیستن، مردم بی عقل نیستن، این رو میبینن، میفهمن، میدونن و با چنین با وجود چنین یعنی دروغ ها و تهمت ها باز میخواهند که با حد افراط میکنن که مثلا رابطهشون با حتی ایران تهدید کردن که مثلا اون گپ خدای بری خلق نظرف که گفت که هر کسی که با ما دشمنی میکند پشیمان خواهد شد. یعنی این رو دشمنی برداشت کردن. بله. و این رو اعلان دشمنی کردن و با از طرف دیگر میگویند که اون شخص نیست که یعنی به این حد نیست. اگر شخص نباشد شما اینقدر نوت میفرستید، انتقاد ها میکنید، رسما اعتراض ها میکنید، به حدی میرسونید که دشمن و حامی تروریست اون رو میخونید. پس این چی آیا شخصیت کوچکی هست که شما اینقدر میکنید؟ و دوم این هم هست که فعلا در دالان‌های حکومت واقعا هم مفتی و هم اونهایی که در این محفل شرکت کردن زیر فشار هستند. تا حدی رسیده است که اون مفتی از خود دفاع کرده است که من میخواستم جلسه را ترک کنم ولی سفیر اشاره نکرد که ما فرمانبرداری سفیر بودیم نکرد. یعنی این دلالت میکند که تا چی حد ما آماده ایم که از همه چیز بگذریم تا اینکه یک ضربه به یک تاجیک وارد کنیم. یک تاجیک، یک فرزانه، یک انسانی با اینقدر تحمل ما میخوایم بکنیم. و امروز مفتی و دیگر اونهایی که شرکت کردن واقعا زیر فشار هستن. بله درست است. زیر فشار هستن، ولی با در طرف دیگر میگویند که نه اون محیدین کبیری. این یک جنگ روانی است که میخوان از بحران ریشه همه بحران های ما از همین است. ما بجای اینکه بیایم مشکل زدایی کنیم در جامعه مشکل حکومت ما مشکلش بحرانی واقعی در جامعه ما از همین است. بجای ما بیایم مشکل زدایی کنیم، مشکل رو کمتر کنیم، بحران ها رو کمتر کنیم، از یک چیزهای دروغ میایم از طریق دروغ بافی، از طریق تهمت، از طریق فشار و تهدید بحران ایجاد میکنن. بله. و این بحران ایجاد کردن خودش واقعا خطرناک است. وقتی که یک گروه، یک الیت، یک حکومت توانی اون را ندارد که در حالت عادی، در حالت مسالمت آمیز، در حالت مثلا طبیعی حکمرانی کند، حتما یک بحران ایجاد میکند که تو انا همون برای چون که اونها حکومت های زمانی بحرانن. فقط باید یک بحران باشد که اونها باشن، به خاطر که از اونها با طریق بحران پول میگیرن، گرند میگیرن، اینو میگیرن، باید یک چیزی بگیرن تا این اکادمیک تاجیک که در اکادمی علوم‌های روسیه کار میکند و اساسی گزارشی خبرگزاری خاور گفته است که سرور دولت در جامعه جهان شخصیت خود را و در شخصیت خود در شخصیت خود جمهوری تاجیکستان را به جهانیان معرفی کرد. یعنی اول شخصیت رو یعنی جمهوری تاجیکستان بعد شخصیت اون شخص میاد. به این حد اکادمیک ها اونهایی که خود رو اکادمی میگویند به این حد افراط رسیدن. ببین ولی ما در هر کجایی که ببینیم وقتی تاجیکستان ذکر می شود نوشته می شود فقیرترین کشور. کشوری آسیای مرکزی، حتی فقیرترین کشوری شوروی سابق. اینقدر جهانیان میگیم ما برق نداریم در عصر 21. در دنیا از همه کرده بیشترین آب داریم. ولی ببین که برق نداریم، اینقدر مشکل داریم، صرافان مشکل دارن، دهقان مشکل دارد، تاجران مشکل دارن، همه دارن، ولی ما فریاد میزنیم که ما رو با جهانیان اول خود را و بعد جمهوری تاجیکستان با جهانیان معرفی کرد. یک دوستی داشتم از اردن، از یوردانیا، اون میگفت که اونجا هم پادشاهی است، ملک عبدالله است، میگوید که هر کاری خوب شود میرود به اون، هر کاری بد شود دیگر در اون مربوط میشد به وزیر و دیگر و با مخالفین. یعنی هر کاری در هر یک سوزن هم اگر ساخته شود میگویند که با تشبوس ملک فلان عبدالفلان اعلان. امروز تاجیکستان ما هم رسیدیم به اون حد که یعنی
واقعا همین است. وقتی شما در تلویزیون الان نگاه کنید این مسخره است واقعا. دیگر مردم خسته شدن از این چیزا و با تشبث جناب عالی نمیدونم فلان مقدار از زمین حاصل داشتیم. با تشبث های جناب عالی ما با فلان محوره فلان کار کردیم. نمیدونم یک چیزایی که اصلا دیگر این تو این حد مثلا نمیدونم پدخلیمی میگیم یا چاپلوسی میگیم چی میگیم در جامعه ما رشد کرده است که این واقعا آفت است، مصیبت است. یعنی ببینید خبر دیگر که هست مفتی سفیر تاجیکستان در ایران رو گناهکار کرد، چیزی که پیشتر هم گفتیم و واقعا این برای یک مقامی تاجیک هم مقامدار یک حکومت یک وزیر یا اونی که در حکومت جایگاهی خوب دارد یا بلند دارد وقتی که بیرون میبراید صحبت میکند یعنی دلالت میکنه که آنها آزاد نیستن. هر دو سلام علیک کردن دیگرها هم زیر نظارت هستن و از اونها پرسنده میشن. ما در همراه استاد محیدین کبیری سفری داشتیم به جنوبی کره جنوبی که در اونجا برادر عبدالقادر زاده هم شرکت کردند و ما دیدیم که چطور درباره اون هم یک نفر دیگر بود که بعد اون رو نظارت میکرد که کجا میرود چی میگوید. یعنی ولی در برابر این مفتی تاجیکستان از قرقیزستان یک نفر دیگر بود، بسیار آزاد، بسیار کاردهایش رو به همه میداد و بسیار آزادانه صحبت میکرد و علاقه میکرد و هیچ کس هم در پشت اون هم نبود که این با کی صحبت میکنه، نگران هم نبود. ولی در کشور ما اونهایی که حتی در مقامهای بلند هستند از پشتشان نظارت هست، کسایی هست که اونها رو نظارت میکنند که با کی سلام علیک میکنن، با کی صحبت میکنن، با کی زنگ میزنن. یعنی همه اونها زیر نظارت است که متاسفانه اونها هم یعنی صلاحیتی زیاد هم ندارن، در آزاد هم نیستن.